این برچیده شود از بین برداشته شود و یک چوک جدید مانده میشه. جناب شاروال صاحب محترم ممیل از حضور پیدا کرد در چهارراه یا چوک فردوسی مزار شریف. دعا لازم است. آمین یا رب العالمین. همین پیاده رو که فعلا شاروال صاحب استفاده است، این با سرک یکجا میشه. عملا که ما و شما میبینیم تقریبا 15-18 پروژه زیر کار است، عملی کار شروع است. باران دیوری خدای دیوری واور دی نوری چلاری بنده بینه. باران اگر میبره میگه بان خدا که ببرد، برف نبره که راه را بند میکنه. نواقص و خرابی‌های کنار جاده ها و چوک‌ها و چیزا پیدا کرده بود. بله. که اخیراً شاروال صاحب تصمیم گرفتن که باید بازسازی شود. این نشکر ده هوای گرم یک ذره میپره. خیر است ما برش یک دو گلاس از پیششان میگیریم. ساعت میخی تیر دیگه. الحمدلله. طول نینگراد یعنی است. طول نینگراد می. کنار چوک فردوسی بعضی تغییرات تمام در جاهای نو ساخته شده. بازسازی میشه، سرک بزرگ میشه، فواره آب ساخته میشه میکنه او اینجا زیاف میشه، مردم استفاده میکنه. بیننده های عزیز یوتیوب چینل مزار مایک، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. وقت همه بخیر. حیات الله ساغزی هستم، یک بار دیگر در خدمت شما قرار گرفتیم و امروز با یک سوژه متفاوت جا دارد در همه جا از شاروال جدید مزار شریف یک تشکری ویژه میکنم که به خاطر نمای مزار شریف، به خاطر زیبایی مزار شریف تلاش میکنن. شما این چهارراهی را بار بار تصاویرشان دیدین، چوک فردوسی. امروز قرار است که این برچیده شود، از بین برداشته شود و یک چوک جدید مانده میشه و این طرف یک ذره طرف بیا شاروال صاحب ما از راه ایلاک برشان. جناب شاروال صاحب محترم ممیل از حضور پیدا کرد در چهارراه یا چوک فردوسی مزار شریف. ما بخیر همراهشان زمانی که خبرنگارا همه یک جای شدن همراهشان مصاحبه میکنیم که با کدام نوع این چوک بخیر ساخته می شود. در لابلای برنامه او را حتما از مسئولین و از خود شاروال صاحب محترم پرسان میکنیم و از شما هم خواهش میکنیم که تا آخرین دقایق برنامه با ما باشید، ما را تنها نگذارید. بیننده عزیز، قسمی که در تصویر میبینید قرار است که امی پیاده رو را که فعلا شاروال ایستاد است ای با سرک یک جا میشه. اول یک دعایش شاروال صاحب بگیریم به خاطر آغاز کار. دعا لازم است. آمین یا رب العالمین. امی پیاده رو که فعلا شاروال صاحب ایستاد است ای با سرک یک جا میشه و او پیاده رو که داخل خود شاروالی است او را نصفش پیاده رو جور میکنه، نصفش در داخل خود چوک میه و نمای چوک کاملا تغییر میتن، نو سازی صورت میگیره. بازسازی نه یعنی نو سازی صورت میگیره. این هم آغاز کارش است. بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم.
د مزار شریف و قدرمنو شهریانو ته ښه پوره معلومات شته. هر پروژه چې موږ د مزار شریف په ښار کې تطبیقوو د جناب حاجي والي صاحب د هدایت سره سم په مخ باندې ځو. فی الحال برای ما و شما معلوم میشه که در شهر مزار شریف بسیار پروژه فی الحال زیر کار است، زیاد پروژه در پلان است. عملا که ما و شما میبینیم تقریبا 15-18 پروژه زیر کار است، عملی کار شروع است. خب بسیار جای خوب امی است، جای افتخار امی است که امی ما حمایت از تجاره ملی خود میکنیم، حمایت از سرمایه گذاران میکنیم که اونا خودشی در بازسازی یا در نوسازی شهر مزار شریف داخل شوه، خودشی جور بکنه که مردم دست بکار شوه، شهر خودشی جور میشه، زیبا میشه، منظم میشه، مسجم میشه. فی الحال که شما کدام بازسازی یا نوسازی در شهر مزار شریف در چند نقاط میبینی، هر چند نقاط که است اونا از طرف مردم متدین و مردم دیندار و مردم با شعور شهر مزار شریف مصارفش پرداخت میشه. پارک فردوسی که است یقینا یک پارک بسیار مهم است، بسیار یک پارک استراتژیک است، بسیار یک در نقطه خوب شهر مزار شریف این پارک موقعیت داره. این پارک جور میشه از اول تا آخر، از الف تا یا مکمل بازسازی میشه، در یک بخش نمیشه. مثلا سرکش کلان میشه، اول سرکش دور دوبرش قریزی میشه، سابقهش دور میشه، خراب است، غیر معیاری است، کلان میشه. دوم کټارایش جدید نو میشه، معیاری نو میشه، به جدید عصر برابر میشه. تقریبا این منارکی است، این نو میشه. و پس اینجا یک فواره مقبول زیبا جور میشه. در چهار طرفی پارک فردوسی 4 فواره زیبا و مقبول ما و شما داشته باشیم که سرسبزی. دیگه مختصر اگر برای شما بگویم در اینجا هر چیز که است از الف تا یا از خور تا کلان کلی نوسازی میشه. تقریبا دغه پارک چې اوس موږ برابر ته کړی دی 4 میاشتې کې ان شاء الله دا تکمیل شي. این که است یک تاجر ملی است در سطح شهر مزار شریف، خودش داوطلبانه ده حاضر شده اینجا آمده وعده سپرده او تعهد کرده که کار عملا شما میبینید جریان داس کار که شروع شده یک تاجر ملی جوړ میشه. موږ د ټولو تجارانو څخه د افغانستان په سطح باندې نه تنها د بلخ په سطح باندې د افغانستان په سطح باندې بیا خاصتا د بلخ ولایت کم تجاران چې خارج ته تللي دي نو هغه دې راشي دلته د نورو همداسې تجارانو په قدم باندې قدمونه کښېږدي او دوی د دې ملک په ابادۍ کې، د دې ملک په ترقۍ کې، د دې ملک په پرمختګ کې دوی د سهم واخلي، د امنیت تامین دی، د دې لپاره کوم سهولتونه چې دي هغه ان شاء الله دلته ټول زمینه مساعده ده. هر څه مشکلات چې دی لري ان شاء الله امارت اسلامي دې ته ژمن دی، مشران دې ته ژمن دي چې هغه ټول د دې ضرورتونه چې دي هغه رافع کوي. بیننده‌های عزیز، با یک تن از هموطنان عزیز ما که مسئولیت نوسازی اینمی چوک فردوسی را بر عهده داره همراهشان هستیم. بیاین که همراهشان معرفی شویم و جزئیات اطلاعات از اینا بخوایم. سلام علیکم. علیکم سلام. خوب هستین؟ بخیر، صحتمند؟ خیر و خیرت؟ سلامت باشین. میشه خدا معرفی بکنین نامتان؟ انجینیر عبدالحمید اعتزاز هستم، رئیس بنیانگذار مجتمع شرکت‌های امید اعتزاز. انجینیر صاحب انجینری را کجا خوانده؟ مزار خواندیم. مزار خواندی؟ چند سال میشه فارغ شدین؟ سال 7 سال میشه فارغ شدیم. 7 سال. بله. چند سال میشه در وظیفه هستین، در عمل در کار؟ ماشاءالله ماشاءالله. در رابطه با تغییرات یا نوسازی چوک فردوسی برای ما و هموطنان عزیز ما امیل از که ما و شما را از کشورهای بیرونی میبینند یک کمی جزئیات اطلاعات ارائه بکنین. قسمی که شما در جریان هستین اطراف و اصناف شهر زیاد یک ذره نواقص و خرابی‌های کنار جاده ها و چوک‌ها و چیزا پیدا کرده بود. بله. که اخیراً شاروال صاحب تصمیم گرفتن که باید بازسازی شود. بله. و مقداری که بودجه خود شاروالی داشت اونا را از خود بودجه شاروالی تامین شده متوقف با همکاری تاجر عزیز ما بازسازی شده رئیس فلانچار و همین مسئولیت این چوک باز ما به عهده گرفتیم. کامل بازسازی شه که در اطراف این چوک
بیرون چوک 4 دانه فواره او میشه. 4 فواره. بیرون کجا مثلا انجینر صاحب؟ این قسمتای بیرون 4 طرف چوک دبای چهار سرک. شاید دو تا این طرف باشه، دو تا اون طرف باشه. یک تا اینجا، یک تا اینجا، یک تا اونجا، یک تا اینجا. 4 طرف چوک 4 دانه فواره اول. ماشاءالله. یک دانه فواره او در زیر خود این مناره است. این کاملا ورداشته میشه. دام ورداشته میشه، مکمل نو میشه. سنگاش نو میشه. خراب شده دیگه مکمل. کامل چند سال شد دیگه؟ بله دوره سرک یک اندازه خوردی میکنه. 2 متر دوره سرک هم کلان میشه، دوره چوک خردتر میشه. خب در رابطه با درختایی که داخل چوک است، این برداشته میشه یا نه؟ سرسبزی را خرابش نمیکنیم، سرسبزی را به حالت خودش حفظ میکنیم و یک اندازه دیگه هم کاری شوه باید، نوآوری شوه باید، یک گل و گیاه و بعضی چیزای دیگه هم باید اضافه شوه. سرسبزی چوک فردوسی از بین نمیره. و جناب انجینر صاحب بگین که چقدر وقت در بر میگیرد اینمی نوسازی؟ نوسازی حدوداً 4 ماه وقت در بر میگرفته باشه. 4 ماه. بله. شما عملا دیدیم که اسکواتر کار عملا شروع کرد. سر از امروز بخیر شروع است. کار چالان است دیگه. فعلا شما ببین عملا بله. بیرون هم داخل کار چالانه. بله. یعنی 4 ماه بعد بخیر اگر زندگی بود و اگر زنده بودیم، از انجینر صاحب یک تشکری ویژه میکنیم که با خاطر نمای شهر مزار شریف تلاش میکنه. زمانی که شما بخیر در میدان هوایی فرود کردین و داخل شهر که میشیدین ببینید که یک فواره آب است، یک نمای خیلی مقبول و جالب حتما میبینین. ما هم از شما یک تشکری ویژه میکنیم که در کنار شاروالی شهر مزار شریف شرکت ها هم مسئولیت خود ادا میکنن. ما شهر ما باید داشته باشه. اما مقاله که میگه شهر ما خانه ما. بسیار زیاد تشکر انجینر صاحب. سلامت باشین. بخیر باشین. بخیر باشین. پرنده عزیز در پشتو یک تپه است که میگوید باران دیوری خدای دیوری واور دی نوری چلاری بنده بینه. باران اگر میبره میگه بان خدا که ببارد، برف نبره که راه را بند میکنه. امروز واقعا آب و هوای مزار شریف بیخی همین ساده براتون میگم عاشقانه است. باران میباره، یک طرف این سرسبزی چوک فردوسی را میبینیم. شما از خود انجینر صاحب مسئول که ساز یا نوسازی اینمی چوک بر عهده دارد گفت که با درخت‌ها دست نمیزنیم، با چمن دست نمیزنیم. 4 پاره آب ساخته میشه بیرون، یکش اونجا یکش اون طرف، دو تاش اون طرف و خود چوک داخل خود چوک هم فواره آب ساخته میشه. یک تشکری ویژه میکنیم از شاروا صاحب و از تجارای عزیز ما. اینجا بعض از هموطنان عزیز ما دکان دارن که به این نظر از اونا را در رابطه با نوسازی این چوک بشنویم. وطندار سلام علیکم. چه حال دارین؟ خوب هستین؟ بخیر، صحتمند، خیر و خیرت. شب روز بخیر میگذره؟ سلامت باشین. نامتان؟ نام شریف است از شهر مزار. شریف جان چه وقت میشه در چوک فردوسی دکان دارین؟ تقریبا 3-4 سال میشه. 3-4 سال میشه. بله. اینمی چوک به نظر من نمای این چوک شاید یک 15 سال میشه. بله. نمای چوک چوک سابقه است. امروز شاروالی مزار شریف با همکاری تجارای عزیز ما قرار است که نمای چوک تغییر بدهند و داخلش یک فواره آب ساخته میشه، 4 طرفش هم فواره آب ساخته میشه، سرک هم وسعت پیدا میکنه. می یک باشنده مزار شریف و می یک کسی که نمیشه دکاندار هستی، چقدر خوش است از این تصمیم شاروالی؟ 100%. بسیار خوش هستیم چون چوک خود بازسازی میشه، سرک بزرگ میشه، فواره آب ساخته میشه میکنه او اینجا زیاف میشه، مردم استفاده میکنه و کار شما هم خوب میشه بخاطر که فواره آب باشه کلگی در چکر می اینجا نه عکس گرفتن می همه می کار ما هم درست میشه. یگان تا آب میخره، یگان تا انرژی میخره. بسیار خوب کار میشه. چند مجه تا چند مجه اینجا میایی؟ اینجا از ما خدمات 24 ساعته است. شب و روز ما همیشه اینجا میباشیم. باز همیشه خود است یا شیفت دارین؟ شیفت روز ما هستم، شیفت شب باز مامایم است. مامایت است؟ خوارزاده خط ماما کار میکنه. چقدر شما مهربان هستین. یگان ماما خوارزاده رو میگه حق مادر رو میگیره هیچ قبول نمیکنه. نه مامای ما باز دلش بزرگ از مامای ما رقمی نیست. به شکتان والا، به شکتان والا. انشالله این که جور شد بخیر باشه که مشتری خودت هم زیاد میشه. این یک مشتری باز بخیر در وقت ما میشم. ان شاء الله بخیر. خانواد سلامت. بسیار زیاد تشکر. سلامت باشین. بخیر باشین. میریم با بقیه هموطنان عزیز ما هم صحبت میکنیم و کسایی که خصوصا در همین چوک کاروبار دارن نظر از اونها را در رابطه با نوسازی چوک فردوسی مزار شریف میگیریم. با ما باشید.
بینیدای عزیز باران هم میباره. اینجا میریم باش که یک هموطن هم اینجا پت ششته. این همیم در جزجوی یک مشتری است. خیر است که این شکر ده هوای گرم یک ذره میپاره. خیر است ما برش یک دو گلاس از پیششان میگیریم. سنگه یه؟ سنگه ترا ناسید است ستاره مسی؟ شه بخیر. شپی و روز بخیر تیریشی؟ الحمدلله سلامت وسی. نم دی؟ مستمر اتل اتل سر ده کم ځای ده کم ولایت نگران شریف د ننګرهار د کمې ولسوالۍ ورسوالي ګوشته ګوشتي ولسوالۍ نه څومره وخت کېږي چې مزار ښار ته راغلی یې ولا ډېر وخت وشو دا 9 کاله وشول ماشاءالله کور دې هم راویستی که یا نه اجازه ده نه یم کور هلته دی واده دې کړی که یا نه مجرد یم ولا مجرد دی زه ښه دی بېغمه یې د ورځې څو ګټې ولا شکر درې څلور صحبت کیږي الحمدلله کور ته مست دی که یا ولا په هغه وړاندې استولي دا نه کاله کې دې هېڅ نه استولي نه کاله زه به راځم داسې خوند یې ورځ خو نه ده دا اوس یې اختر له تللی و بېرته راغلو ښه بیا لوی اختر ته بېرته ځي هو د خیره دا نایان ګنۍ ورته وایي ستاسو ګنۍ و. د کوم ځای راوړي د کامل راوړم کامل راوړي تو خو نو اوس د مزار شهروند په نوم هم یادېږي ځکه چې نه کله دې مزار کې تېر کړي دي دا چوک له خیره سره هغه نه ویني هغه پورته کېږي د چوک مابین کې فواره د اوبو جوړېږي اوبه به اسمان ته ځي څلور فوارې دورې جوړېږي چوک کې تغیرات راسي د یو افغان په حیث د مزار ښار د یو ښاروند په حیث خوشحاله یې دی که یا ولې خوشحال نه یې خدای دې جوړ کړي افغانستان په خیر سره دلته به د خیره سیلانیان هم ډېر راسي ستا کاروبار هم سم سي له خیره الحمدلله خدای دې سم کړي ته نو بیا همیشه دلې یې که یا څرخ یې نه همدلته انشاءالله ولاړ یم د څو بجو نه تر څو بجو پورې یې سهار 8 بجې راځم مخصوصا 8 پورې ولاړ یم انشاءالله بیا ملګري وطاق کې څو کسان یاست یو ولا 12 نفر یو په الحال ساعت مو بیخي تېر دی الحمدلله ټول ننګرهاریان یاست ټول نگران دي شکه ولا ټول بس په چکر ځي په یو ځای ځي یو ځای راځي یو ځای راځو بېشکه نو د دغه لپاره ته موږ ته یو 2 ګیلاسه نه شکر جوړ کړه لیمو هم ور واچو ګیلاس په څو دی شل افغانۍ شل افغانۍ زه سیده جوړې کړه جوړې کړه ته چې موږ په دا شنه غرمې کې یو څه د نشکر ووچشم از دو ماه که استفاده میکنم که سر صدا را مشکل ایجاد نکنه. به هر صورت این هموطن ما از ننگرهار آمده در مزار شریف 9 سال میشه که اینجا زحمت میکشه خانه شانه بود باش که پیسه یک دو خوریه میخوری؟ میکی او پرسیش واقعا بیننده عزیز هوای بارانی است. ما در همین چوک فردوسی هستیم. از نوسازی چوک فردوسی گزارش میگیریم. از شما یک تشکری ویژه میکنم که برنامه ما را تخریب میکنید. اما بیننده ما خیلی کم شده. واقعا یک رقم بی انگیزه شدیم. هر گزارش که باز خوب ویو بگیره باز ما دوباره انگیزه پیدا میکنیم. نفهم که این مصاحبه امان جناب ما را این تو کرد یا کدام موضوع دیگه است. او هم دیگه بعض برنامه ها میرد باز من رای شاروالی گفتم که مگر او میه ما دیگه نمیم نه تو دیگه نمیه من که بور خیو که دیگه نمیه ما میم سلامت کور ودان دیر مننه خیر رسید اینی از همکار است این ما نوشجان میکنیم بعد میریم با بقیه هموطنان از ما که در چوک فردوسی کاروبار دارن نظر از آنها رو در رابطه با این چوک میگیریم با ما باشید. بینندگان عزیز در کنار چوک فردوسی بعضی تغییرات تمام در جاهای نو ساخته شده. او یک فست فود ساخته شده برای خانم‌های عزیز میتونن از اینجا دیدن بکنند. همین از خواستم که آفتاب در حال برآمدن است. یک طرف باران، یک طرف ابری، باز یک طرف پس آفتاب عجب یک نمایی را به نمایش میگذاره. ما میریم اونجا و بالا هم یک تعمیر بنا شده. از مسئول یا صاحبش اجازه میگیریم
از اما بالا هم یک چند تصویر از خود چوک فردوسی میگیریم و اگر باز کسی اگر بود مشتاق مصاحبه بود حتما همراهش در اتاق چوک چند سوال میکنیم ببینیم که نظر از اونا چی هستن. همکارم یک تصویر از این طرف میگیریم باز از اونجا بالا میشیم میریم از طرف تمام نما را به تصویر میکشیم. من خود رفتم بیا خودتم. شنیدای عزیز یگان تا آنقدر به خدا بخیل میشه که حتی اجازه نمیده از بامش بالا تصویر یادنامه کلی چوک بگیری. اجازه ندادن ما هم ناگزیر شدیم آمدیم در اینجا در روی سرک یک ذره طرفتر استاشم که ولی سرک غصب نکنم که باز جواب سوالات شما رو چطور باید را بکنیم. ناگزیر شدیم آمدیم از اینجا همراه شما خداحافظی بکنیم. آفتاب یک ذره خود نشان داد ما را بازی داد پس رفت پس ابرو شد. عجب آب هوایی داره این مزار شریف واقعا چی بگم دیگه آدم یک دفعه خفا میسازه یک دفعه خوش میسازه ولی همین لحظه میپره اگر راستش بگم. برنامه ما چون این برنامه رو همین شب نشر میکنیم باید عاجل بریم دفتر این باید ادیت شد و اکسپورت شد و آپلود شد تا به شما برسه. یک تشکری ویژه بازم از شما میکنیم بارها باید از شما تشکری بکنیم. بیاین مشکل نیست که از ما حمایت میکنین یوتیوب کانال ما را سابسکرایب کردین اگر نکردین دوباره سابسکرایب کنین ما خیلی خوش میشیم. تا برنامه بعدی که با حیات الله ساقزی به خدمت شما قرار میگیرم. همه شما را به خداوند یکتا و بی همتا میسپاریم. خدای به امان.